سازمان محیطی نیست. زنده در جای ویدیو رامه دانمه بینی دیگه زنگ نمیزنی نمگو یک کسازی یا کی پوستت خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید. کنتون نیپراف این اینجا از جا آمدگم پیر شما خطی زنش پیر شما چوکدی بدی دودار در قسمی پروازی دیگه زنگ نمیزنی نمگو یک کسازی یا کی پوستالش کدی ترام رنگی دیگر رو خنا بدی نمیدونم زده چی بلو پروتی فد نخستم تونی کنی باور محالی اما کتم تما دستی دودار یا کی ای پشتی تو مقصدم خیب کردن از جنگ بینی دو برادر میدونم کاری خیر نیست نکردم دا نمکدان جای دشت خستم خدت میدونی فیلما ما کنتی نمر نستم دا یادم هست و چطا اوقاتای با مزش گره نیزیق شیدم فهمیدم گرختای مزش همش مگذره فقط نگاه که پیش پستا پیش روی تا میخواهم نباشی خسته خاکسار بودن آموز دیگه شیده خود داد یا وقت کشلاگ منخالی بود دجه پلی خود داد نبود او وقتا قصه همون نال بود کی بدک دا برمون یک بار سوال بته دخد ای روزا بسیاری ها ایت داره شکایت ای رپ ستاتوس همش روزه نفره که فقط تیزروی کلیپ رپوی بعد دیگه میکنم توی بعد دیگه بعد یک نکنه سا توی کدی تمانیتش ما باری بدی چی میبرو برد؟ پیر شما خطی زنش پیر شما تمانیتش ما باری بدی زنده باشید و در جای ویدیو رامه دانمه بینی با خاطر شیخ خانه بینی با خاطر مو بینی مقصد نمیره با قریبی روز دیگریش نکنه مدره قرار دیگریش پادشاه سکنه کسی ادامای بی عروس داشتن سنچی سوی بی عروس بشه شما چی تمانیت داریم بعد دیگه؟ دبر کی باشه؟ دبر کی باشه؟ در کلیپو دبر کی باشه؟ در کلیپو دبر من او باد باشه ماسیا جیان
سلام افرادی چون آینه روشن، سلام اهل بشر را سازگار است، سلام حرفی خوش پروردگار است. سلام و درود ما را پذیرا باشید مهمانانی از دور و نزدیک آمده، خویش و تبار، همکرسان، دوستان، یار و رفیقان، دوستانی که در فدراسیون روسیه هستند و دورند از اینجا، از نام رپتیجی، از نام محیدین همه شما را تبریک تهنیت گفته برای شهر گفتنیم. چو سعدی پیر باشی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی کم نبینی، چو سینا آخین و فرخونده باشی، چو جامی در دل و در دیده باشی. برایت عمری دراز، تنی صحت، عقلی علیانه، زیبایی یوسفانه، صبری ایوبانه و بایگری سلیمانانه رو طلب دارم. بگذار در زندگیت فقط مادر اولین درجه باشد و زن و فرزند اینها دومین درجه. زن بشود فرزند بشود اما مادر و پدر را نمیابی. و در آخر گفتنیم شیرین‌تر از نبات کنفت نباشد، میان هر دوتان سیکرت نباشد. همان روزه که هر بید یک جایم بشه در تنگه احسبت نباشد. یک بار دیگر توی مبارک دادری عزیز. به نام بخشنده و مهربان، به نام خداوند زمین و آسمان، به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. آغاز همه کار این سلام است، معنی سلام این احترام است. السلام ای بنده ای پاک خدا، ای خدا بر نام تو جانم فدا. یا محمد جان رسول، سلامی از جان را بین ما قبول. اول از نام خدا و از نام اهل اویلا، خویش و تبار، یار و رفیق و از نام همه برادرانم، این چنین از نام تاج مخک محیدین شما را با این روز خرسندیت را تبریک و مبارکباد گفته و شما تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم و از زبان شاعر چنین گفتگی هستم. ای دوست جفری تو از آن کشم که روی تو نگست. مردم گویند بهشت خوب است یا دوست. ای بیخبران بهشت با دوست نگست. سلامت باشید. تشکر زیاد. این لحظه فرا میرسد که در این حوطه خویشتبران و دوستان همکارا و همصنفا بزم سنتی سرتراشان آغاز میکنیم و سنت الله جان بر تخت شاهانه مرحمت میگیم و در تحت ساز و سرودهای ناتکرار آوازخوانی شناخته و ناتکرار بازاری سفر از نایه همدانی آمدن که در توی دامادی عروسی سنت الله جان اکای تاجدین اشتراک کنند و بزم سنتی سرتراشانه انا اکای بازاری میخونند. خوش میکنم یک خلصک میکنیم و بزمون دام داری بازی کرد این کس پاداری بازی